خیلی خوشمزه است، حتما درستش کنید. از این برنجای با پیاز کاراملی بذارم. سلام به روی ماهتون، فهیمه هستم. به کانال آموزشی من خوش آمدید. با آموزش این مرغ کاراملی خوشمزه و لذیذ همراه من باشید. برای درست کردن این مرغ خوشمزه و لذیذ مثل تمام غذاها اول مواد اولیه غذا رو آماده میکنیم. پیازا رو به صورت خلالی خرد میکنیم. تا جایی که میتونیم برای درست کردن این غذا حسابی توی مصرف پیاز و سیر دست و دلباز باشید. پیازا رو به شکل خلالی خرد میکنیم. پیازتون اگر سبز بود این قسمتش هم جدا کنید. سیر رو توی این غذا به دو شکل استفاده میکنیم، یکی به صورت بوته‌ای و یکی هم به صورت حبه‌ای. مشکلاشو بذارم برای بوته‌ای. پوست روی سیر رو جدا میکنیم. به این شکل سیر رو تمیز میکنیم. به این حالت ببینید. سیر و پیاز رو به این شکل آماده میکنیم. بریم بقیه کارهای این غذای خوشمزه و لذیذ رو انجام بدیم. همونجور که میدونین پیاز و سیر یه طعم شیرین به غذا میده. برای اینکه طعم مرغمون طعم شیرین نداشته باشه حتما از لیمو ترش استفاده میکنیم. برای درست کردن این مرغ خوشمزه حسابی با دست و دلبازی زعفرون استفاده کنید. بهترین راه آزاد کردن رنگ و عطر و بوی زعفرون اینه که زعفرون رو به صورت تنهایی بسابید. بعد از اینکه زعفرون رو سابیدید با یه تیکه یخ دم بدید. بعد از اینکه یخ ساب شد چند تا قطره آب جوش بریزید. این شوک باعث میشه رنگ و بو عطر زعفرون حسابی آزاد بشه. زعفرونمون به این شکل سابیده شد. یک مقدار از زعفرونی که سابیدیم توی قوری می‌ریزیم. یه تیکه یخ میندازیم. بعد از اینکه یخ سرخ شد چند قطره آب جوش می‌ریزیم. این بهترین راه دم کردن زعفرونه. بهتره برای پخت این مدل مرغ از رون مرغ استفاده کنیم، چون از میزان آب کمی استفاده میکنیم. گوشت سینه بافت سفتی داره نسبت به رون. بعد از پخت طعم خوشایندی نداره. بازم هر جور صلاح خودتونه. اگر دوست داشتین میتونین از سینه هم استفاده کنین، ولی من از رون به تنهایی استفاده کردم و با نمک و فلفل سیاه طعم دارشو میکنیم. به این شکل روی ظرف سیلیکون کشیدم و ظرف 1 ساعت داخل یخچال میذارم تا مرغمون مزه دار بشه. یکم کف ظرف روغن میریزم.
پیازایی رو که خلال کردیم داخل ظرف میریزم. بعد از اینکه پیازا رو توی ظرف ریختیم، مرغایی رو که مزه دار کردیم روی پیازا میچینیم. مرغا رو به این شکل توی ظرف میچینیم. بعد سیرایی رو که به صورت بطری نگه داشتیم داخل مرغ میذاریم. به این شکل سیرا رو توی ظرف میچینیم. بعد یکم آب لیمو میریزیم. حتما آب لیمو بریزیم. نمک، فلفل سیاه، و زعفرون رو با دست و دلوازی میریزیم. زعفرون رو حسابی بریزیم. میزان آب این غذا خیلی کمه. به اندازه 1 لیوان آب بریزیم کافیه. ببینید. بعد از اینکه تمام مواد رو اضافه کردم، در ظرف رو میبندم. شعله گاز رو زیاد میکنم. بعد از اینکه بخار اومد شعله گاز رو کم میکنم تا مرغ کاملا بپزه. وای نگم براتون. ببینید چه مرغی شد. به این مرحله که پختش رسید یکم زعفرون بهش اضافه میکنیم توی مراحل آخر پخت. من این غذای خوشمزه رو با برنج قالبی درست کردم. اونم از نوع ایرانی. وای خیلی خوشمزه است. حتما درستش کنید. بریم برای کشیدن این خوشمزه جا. میبینیم پیازش چه شکلی شده. کاراملی شده. با همون یکم آب غذا رو پختم.